سلام بچه ها، روزتون بخیر. امروز میخوام یک چای خیلی آرام بخش و کسایی که استرس دارن بسیار منظم چای سوس اندازه کافی برای خودتان جور نکنه. کسایی که روز امتحانه درسی دارن برای چای سوز نازنین چای سوز بسیار خوب است. میدونم من سر تو دیدونم اینو همه میدونن با تو میمونم حاج تو میدونم من سر تو دیدونم اینو همه میدونن و دارچین اضافه میکنه. با تو خوبه من احساسم توی این شهر به جز تو هیچ دیو دیگه نمیشناسم بیا این مربوط به خودتان میشه که آیا برای خوشبوی چای استفاده کنه یا نه. این مخصوص چای آرام بخش و کسایی که استرس دارن برای امتحان و برای چیز گلاب خودش ماده آرام بخش است که کم گلاب میگیره. و تو زعفران بسیاری که خاصیت خاصی داره. ما دوستش چهار-پنج تا زیاد بدونیم که زیادش هم نقص داره. این یک چای که بسیار همونطور منظم گلاب بسیار خوب چیز خوبی اصیل داشته باشه. ما از این استفاده میکنیم که یک چیز خوبی هستم. یک دوست 4 5 6 رقم چیزی هست که بخوانیم برای استرس و آرام بخش که خیلی چیز خوبی هست. کسایی که امتحان داره و روزای خاصی داره سر برنامه های خاص جلسه خاصی میره یه چای بسیار بشن کمک میکنه که فکرشون آرام کنه و استرس نداشته باشه. تو عشق و راز منی، تو سوز و ساز منی، تو سر و ناز منی. من میشه خودم مکتب میرم توجهش میکنم و چای و خودم جور میکنم. بسیار چای خوبی است. سفر زندگانی خوش کبوتر می بود